راهبر نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل عالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه ظاهر میرزویف در مراسم افتتاحی رسمی مرکز مهاجرتی گوناگون ساحه در شهر مسکو اشتراک نمود. بنا به اطلاع نمایندگی، مرکز مهاجرت در نزد دهه سخر و جایگیر بوده یکی از بزرگترین مرکزها در سراسر روسیه محسوب می شود. در مرکز شهروندان خارجی با اصول روزانه یگانه می توانند همه حجت‌های لازمی را برای گرفتن شهادتنامه مهنتی به رسمیت درآورند. برای گرفتن دفترچه مهنتی با خود داشتن شناسنامه و ورقه مهاجری با مقصد کار کفایه می باشد. در مراسم افتتاح همچنین رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین، رئیس خدمات مهاجرتی روسیه کنستانتین رامادانوفسکی و راهبر مرکز بسیار ساحوی مهاجرت نیکولای فداسیف اشتراک داشتند. ظاهر میرزویف با ترتیبی از نظرگذرانی و آزمایش طبی مهاجران شناس شد. باید ذکر کرد که مرکز با تجهیزات معاصر طبی از جمله با دستگاه رنتگنی مجهز شده است. همچنین رهبر نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل عالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه از خانه‌های آماده سازی مهاجران برای سپاریدن امتحان‌ها دیدن کرده با معلمان و سنجشگران صحبت آراست. همچنین در حدود مرکز برای مهاجران مهنتی که به منزل نیاز دارند مهمانخانه با تمام شرایط پیش بینی شده است.